سلام به تمام بینندگان یقین. اینجا استودیو یقین است و من عبدالحمید پوپلزی هستم. با اخبار خوب این هفته در خدمت شما خواهم بود. امروز اول جدی سال 1401 که برابر می شود با 22 دسامبر سال 2023 میلادی. آغاز دور جدید واکسیناسیون سراسری فلج اطفال در افغانستان. وزارت بهداشت افغانستان از آغاز دور جدید واکسیناسیون سراسری فلج اطفال در تمام ولایات این کشور خبر داد و افزوده در این طرح حدود 10 میلیون کودک واکسین میشوند. این وزارت همچنین از آن داشت کارزار واکسیناسیون 4 روز به طول خواهد انجامید و قرار است در حدود 10 میلیون کودک واکسن فلج اطفال پولیو دریافت کنند. تشکیل کمیته مشترک برای حل مشکلات مرزی افغانستان و پاکستان. کاردار سفارت دولت امارات اسلامی افغانستان در اسلام آباد اظهار داشت برای حل مشکلات مرزی میان افغانستان و پاکستان کمیته مشترک مرزی دو کشور تشکیل شده است. سردار احمد شکیب کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد گفت یک کمیته مشترک برای حل مشکلات مرزی میان هیئت حاکمه افغانستان و پاکستان تشکیل شده است. وی با اشاره به درگیری‌های اخیر مرزی افغانستان و پاکستان نیز گفت قرار است تمامی مشکلات مرزی میان دو طرف از سوی همین کمیته بررسی شود. کاردار سفارت افغانستان در پاکستان خاطر نشان کرد مشکلات مرزی باید از طریق گفتگو حل شود و در این راستا کمیته برای مذاکره مرزی تشکیل شده است. استقبال دولت امارات اسلامی افغانستان از آغاز کار کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران. سخنگوی دولت امارات اسلامی افغانستان با استقبال آغاز کار کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید ایران در کابل ابراز امیدواری کرد و افزوده باید روابط خوب دو کشور حفظ شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت امارات اسلامی افغانستان در واکنش به انتصاب حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت به این باور هستیم که این تغییر جدید هم ان شاءالله برای دو کشور مفید خواهد بود. وی با اظهار این که هیئت حاکمه افغانستان ملاحظه‌ای درباره این انتصاب ندارد افزود یک کشور حق دارد که سفیر خود را تغییر داده و جایگزین کند. این مربوط به همان کشور است ولی ما روابط دو کشور را مهم می‌دانیم و انشالله این روابط حفظ خواهد شد. دیدار مقام سفارت ایران با وزیر مهاجرین امارات اسلامی افغانستان. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر مهاجرین دیدار کرده و در مورد مهاجرین افغان در ایران نیز صحبت کرده است. خلیل الرحمن اقانی وزیر مهاجرین دولت امارات اسلامی افغانستان در دیدار با سید حسن مرتضی معاون سفارت ایران در کابل خواستار ایجاد سهولت‌های بیشتر در عرصه آموزش، صحت و سایر نیازمندی‌های اولیه برای مهاجرین افغان در ایران شد. وی همچنین اظهار داشت که به برقراری نظام جدید در افغانستان امنیت در این کشور تامین شده و با فساد و قاچاق مواد مخدر مبارزه جدی صورت می‌گیرد که این همه به نفع کشورهای همسایه و منطقه میباشد. آقای اقانی در ادامه نیز از ایران و سایر همسایه‌های افغانستان درخواست کرد که با توجه به تغییراتی که در افغانستان به وجود آمده است در تحکیم روابط حسنه و نزدیکی ملت‌ها بیش از پیش بکوشند. تشکیل کمیسیون تدارکات ملی در افغانستان. دولت امارات اسلامی افغانستان از ایجاد کمیسیون جدید به عنوان تدارکات ملی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر خبر داد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء اظهار داشت بر اساس دستور رهبر امارات اسلامی افغانستان کمیسیون تدارکات ملی ایجاد شده است. این کمیسیون با هدف تامین شفافیت ارائه خدمات مؤثر، دریافت راه حل به مشکلات تدارکاتی و فعالیت و تنظیم امور تدارکاتی ایجاد شده است. این بود اخبار خوب یک هفته اخیر که تقدیم شما شد. همکاران ما در یقین نیوز تمامی سعی تلاش خود را به خرج می‌دهند که تا از تازه‌ترین و مهمترین رویدادهای خوب هفته به شما اطلاع دهند. تا دیدار بعد، بدرود.